علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما در رابطه با اینکه یک نفری که مالش به زکات رسیدگی هست به چه کسانی زکات مالش را بدهد. بارک الله فیکم. الله عز و جل در سوره توبه میفرماید که انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. الله عز و جل در همین یک آیت که زکات برای چه کسی داده بشود الله عز و جل بیان میکند و میفرماید که انما الصدقات، صدقات در اینجا همون زکات است که زکات برای چه کسانی است؟ اولا برای فقرا و مساکین، فقرا و مساکین. و فقرا و مساکین به چه کسانی گفته می شود؟ به کسانی گفته می شود که از یک شبانه روز بیشتر اونها دیگر نفقه ندارند، از یک شبانه روز بیشتر نفقه ندارند، یعنی نفقهشان به اندازه همون یک شبانه روز است. پس این میگن فقیر و مسکین. و در هر کجایی که اگر فقیر و مسکین به تنهایی ذکر شدن پس فقیر به همون مسکین گفته می شود و مسکین به همون فقیر گفته می شود، این به دیگرش اطلاق می شود. ولیکن اگر در کجایی که با هم یک جا ذکر شدن چون که در این آیت با هم یک جا ذکر شده هستند پس فقیر اما کسی میگن که احتیاجمندیش و یک نیازمندیش شدیدتر باشد نسبت بر مسکین. اینجاست که الله عز و جل فرمود که انما الصدقات للفقراء والمساکین، این زکات برای فقرا است و برای مسکین ها است. و سوم العاملین علیها، سوم اون کسی که مال زکات جمع میکند و او جمع کننده زکات به خاطر اینه که او فقیر و مسکین است. بلکه الله عز و جل فقیر و مسکین ذکر کرده، بلکه جمع کننده زکات به خاطر اینکه همون چون که عامل است این جمع کننده زکات است به خاطر همین بر او زکات داده می شود. بله. چهارم والمؤلفه قلوبهم، والمؤلفه قلوبهم به خاطر تألیف قلوب که از یک سری کسانی هستند که از اهل سعادت و از اهل رئیس و قوت از اینا هستند، یعنی کسانی هستند که شخصیت هستند، حالا چه از کافر باشد چه از غیر کافر. پس به خاطر تألیف قلوب برای اینها دادن زکات جایز است. و پنجم و فی الرقاب، برای آزاد کردن غلام. و ششم و الغارمین، کسی که قرضدار است پس میتونه که برای نفر زکاتش برای نفر بدهد. و هفتم و فی سبیل الله، کسی که در راه الله عز و جل است. ولی او کسی که در راه الله هست ولی اگر مجاهدی سرمایه دارم باشد فرق نمیکند، چون که الله فرمان که فی سبیل الله، کسی که در راه الله هست برای او چه سرمایه دار است چه غیر سرمایه دار میتونه که زکاتش رو به اون نفر بدهد، چون که اون نفر به خاطر مصلحت نفسی خودش زکات رو نمیگیرد بلکه به خاطر عامه مسلمانان که هست از این خاطر الله عز و جل در عام ذکر کردن. و هفتم و ابن السبیل، کسی که در راه ماندگی است. پس یک شخص میتونه که در اینها زکاتی مالش را بدهد. الله میفرماید که فریضة من الله، این همچون یک فریضه از جانب الله عز و جل است. والله علیم حکیم، و الله عز و جل علیم و حکیم است. بارک الله فیکم.